بازی آغاز میشه و از این لحظه شاهد تماشای بازی جذاب ابو مسلم و خدیم FC خواهیم بود. پس در عرض او برای امان الله سرداری، رو به جلو، موقعیت امانوئل یقر، فرصت برای ابو مسلم و گل نخست. امانوئل یقر نخستین گل بازی رو در این دیدار به ثمر میرسانه. ببینیم با هم امان الله سرداری بود که پاسر فرستاد. خیلی دیده زیبا و دیده فوق‌العاده او و امانوئل یقر هم که با دقت بازیکنان خدیم یک لحظه میتونن به گل برسند و بله گل برای تیم فوتبال خدیم. بازی به تساوی کشانده میشه. تلاش های خدیم بالاخره نتیجه میده. شهزاد سنچارکی بود که موفق شد گل بزنه. ببینید این گونه چقدر خوب چیپ زد. فوق‌العاده حرفه‌ای. از این دیگه بهتر نمیشد. پشت توپ مصور احدی، ارسال بلند او، ضربه سر و گل دوم بر ابو مسلم. گل بر ابو مسلم و بالاخره تلاش های ابو مسلم نتیجه میده. ببینیم صحنه یا استره، ارسال بلند از مصور احدی و امان الله سرداری بود که موفق شد گل بزنه. حالا یک لحظه اشتباه، فرصت برای خدیم هست داخل محوطه. داور اعتقادی به خطا نداره. برتری خفیف ابو مسلم تا به این لحظه رقم خورده. سهراب افغان، فرصت برای ابو مسلم. این پاس او چرا گلر نزد سهراب؟ باز هم موقعیت و حالا گل. حالا گل و خود سهراب افغان هم میتونست شوت بزنه. اینجا پاس دفع ناقص از مدافع خدیم و این شوتی که جبار شرزه داشت و تبدیل به گل شد. و حالا 5 دقیقه وقت اضافه هم تمام شده. این هم سود پایان کار. امید که از بازی لذت برده باشید. حامی پخش تلویزیونی این رقابت‌ها شرکت فولاد سیکلت.